رفیقمون که مثلا تازه اومده تو این داستان و حالا تازه نیومده، یه 15 سالی هست اومده. نه خب تازه دوباره شروع کرده، میدونم خودم. قبل از اینکه شما بشناسی داداش من میشناسم، خودم میدونم. بچه محل بودم فکر کنم، فقط چه بودم؟ چی؟ بچه محل بودم. هم پدرام هم پویان اصلا. من یه افشاگری دارم. از کی؟ بگو بابا. دوباره شروع کردی؟ الان خودم بهش میرم میپکنم. نه آقا نه نگو. راز افشاگری نیست آقا. اون دیگه رازهای همو نگیم به کسی. رازو نگیم. افشا اوکی. راز نه. اوکی. رازو نمیگیم، خیالتون راحت. من که نمیگم، ولی یه چیزی ازت میذارم تو استوری، راز نیست. چیه؟ بسته است؟ حالا یه چیزی ازت میذارم تو استوری. دنیام دو چیز ازت دارم. اشکال نداره بذارم؟ از من بذاری بهت گفتم سینمایی پخش میکنم. نه دیگه، حالا میذارم بعد نظر منم بگو دیگه، از منم گذاشت پخش کن. بهش بابا خودش میدونه اصلا با من این کارا رو نمیکنه. از من چی داریم چه همینجا بگی؟ وارد نمیشه چون زشته. من بدم میاد. میگه یعنی کوز 3 پخش نکنم؟ نه دیگه بهش بگو بس. یا نکن دیگه، 2 ساعت مخش زده بودم شعر و ملودی و اینا که گفته بودیم. نه شما اینقدر بالاست. 5000 تومان که شرط به من باختید بعد بدیدم. دفتر سینمایی هم زده دیگه هیچی. از فردا شاهد حضور پررنگ بازیگران صنعت پررونق سینمای ایران در چیز خواهیم بود، اروپا. یکی از خواننده های به نام ایران برای من پیام فرستاده. میخوام ببینم چی فرستاده برام. الان؟ همین الان که خواننده به نام میشناسیدش. اولشو بگو. هی دو چشم. جیمی. حمید طالب زاده. الو صفت حمید الو خدا. نه اون یکی دیگه است. من کلا مثل رونالدینیو هم چپ رو نگاه میکنم راست میزنم. آره خب تو همون مستقیم هم نگاه کنی من میفهم کجا رو میزنی. خب حالا چی گفته؟ فقط نوشته امین. منم نوشتم جانم. دیگه جواب نداد. فکر کنم داره لایو رو میبینه. ترسید پیامشو بخونم. حالا خب دنیا پس من پخش کنم اون چیزی که ازت دارم و دیگه. چه همینجا بگیم؟ من اوکی ما پخش کردم کلا. نه بکنم خیلی چیه؟ اون چیزی که بفرست واتساپ ببینیم. اوکی. ها؟ اوکی پخش کنم دیگه. خب چیه؟ اوکی دیگه. تو چه مایه هاییه؟ خیلی خانه. سبکشو بگو. پاپاراتزی. قدیمیه یا جدیده؟ جدید. فولش. حالا. واقعا؟ همینجا پخش کن دورم. دارم فکر میکنم پخش کنم. نه میذارم استوری، اینجور جذابیتش بیشتره. فقط الان پخش کن دورم نشستیم پخش کنیم. نه لایو میپره کنم. ممکنه لایو بپره. نه من همچین چیزایی ندارم. نداری؟ خب باشه پس من میذارم دوستان استوری. اوکیه؟ من نیستم. تو هر کاری میخوای بکنی بکن. من اصلا ندارم از این جور چیزا. اوکی. نه خودتو نزن به اون راه. ما داشتیم در مورد یه چیز دیگه بحث میکردیم. نه من حالا داره بحث رو عوض میکنه. نه من اینو میشناسمش. آقا پویان چقدر پول میگیری؟ من بدبخت اگه پول گرفته دارم وضعم این بود. دوستان خواهش اگه پول به من چشه وضعت؟ چشه؟ هی ما میخوایم افشاگری کنیم میگه نگید. بگو من اگه کسی پول گرفتم بیاد آقا اینایی که میگید خواهشم بیان پول بدن. بدید دیگه. نه حالا که دارم مهراد رو نگاه میکنم نه بذار فکر کنم بذارم استوری. بذارم مهراد بپرسم. مهراد بذارم استوری. داداش من هرگز از این جور عکس و فیلمای سکسی ندارم.
وایسا از کجا فکر کردی سکسی؟ تو گفتی اینستاگرام میبندته. من از کجا گفتم چه ربطی دارم؟ اگه اینستاگرام فقط سکسی ها رو میبنده. آره پس چیا رو میبنده؟ حیوان آزاری که نکردم یا مثلا چه میدونم چیکار کردم تو پاک میکنم. چیو؟ خشونت. خب کودک آزاری هم پاک میکنه. آخه چه صحنه. یه سری چیزای دیگر هم پاک میکنه که من میذارم استوری. باشه بذار دیگه. مثلا این حالا پاک میکنه من دارم این کودک آزار اونم یه چیزیه برای خودش. اونم یه کودک آزار. جانم داداش جان نمیذارم استوری. یه سری ما خاطرات مشترک داریم حقیقت با هم. یاد خاطرات مشترک میافتیم. دوستان یکم مراعات بفرمایید. الان بعضیا یه دفعه تصویر رو نمیبینن، صدا رو میشنون، برداشت دیگه میکنن. خواهشاً مقداری اشکال نداره تصویر رو میبینن اینا. آره دیگه خلاصه داره بارون میزنه نه ندارم حوصله گردش. پول طلب. آره چقدر پول طلب داری ازشون؟ از کی؟ برادران ناسینی. هر چی که هست برای خودشون. طلبکار نیستیم ولی بدهکار هم نیستیم. یعنی یر به یری. نه دیگه من خب خیلی چیزا رو نگفتم مقابل کن دیگه. مثلا چیا؟ مثلا اینی که نفسم و راحت میدم بیرون و میدم تو خیلی برام ارزشش بیشتره تا 10 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ یه چیزی میخوام بگم خب ولی میذارم اول اتفاق بیفته یه ذرهش حتی بعد حالا اول خدا مثل همیشه. بگو عزیزم بگو. من طاقت شنیدنشو دارم. تو که دیگه خودت میدونی برنامه من چیه. تو که قطعا من میدونم. دوست دارم که این 100 خورده هزار نفری که هستن بدونن. میخوام بذار آقا فردا پس فردا نگن تو لایو گفت فلان گفت خودشو چیز کرد اینقدر گفت تا ما باورمون شد. نه نمیگم و میشم. حالا ببینید مهرات خالکوبی سوم میکشی پایین نشون بدی؟ نه داداش نه. یه چیزایی مثل اسم مادر نباید کسی بفهم. این یعنی مثل اسم مادره؟ میگم دیگه مثلا یه چیزایی تو اسم مادر رو زشته بیای بگی مثلا استخ میبینیم با اما تو که دیدی. نه منظورم با مردم یافته طرفدارا و اینا. نه او برای چی باید ببینم اون بنده خدا زندگیشونو دارن میکنن. من عکسشو میتونم بذارم استوری برات. آره خوشحال شد. میخوای بدم شما بذار استوریتون. بذار من میذارم استوری کنار اون استوریای دیگه که قراره بذارم. اشکال نداره. کنار اون استوریا اینا استوری هم میذارم. تو 10 سال دیگه میخوای به کجا برسی؟ توی زندگی بگو من ببینم 10 سال دیگه کدوم خواننده مد نظره. آقا دیگه راحت شده. اذیتش برو. آقا یه چیزی بگم. برو بگو. من طاقت شنیدنشو دارم. بگو. اولش که 2 تا از اون خواننده رو مثلا ندیدم کلا. من کلا 2 تا دوست پسر خواننده داشتم. چیه 2 تا زیاده؟ بحث تکراری نکن. من اونجا کردم به نتیجه نرسید. دیگه راست این بحث تکراری. الان مثلا رام و جوان 4 تا زنش بازیگر بودن. بعد چی بگیم در موردش؟ 3 تا داشته. یاران چو غریبانه. ایشون به صنعت پررونق سینما ایران کمک کردن. سوسماس. یه سوال بپرسم. این همه شما سوال پرس. نظر در مورد بهنوش بختیاری چیه؟ سوسماس. از چه زاویه‌ای؟ آقا نظرت در مورد بهنوش بختیاری چیه؟ چه سوال سختی پرسیدی. سوسماس. اینو میگم چرا سخته.
من نظرم به عنوان آدم شخصی میتونم بگم، نظرمو در قالب یک شخصی حقوقی. ببین بنوش بختیاری به نظر من 90% زندگی که داره نشون میده شوه. خب کاری که داره انجام میده شوه و فکر میکنم شخصیت واقعیش اون شخصیت فیک و دروغینی که تو مجازی داره نشون میده نیست به نظر من. حالا چرا داره این شخصیت رو نشون میده و دنبال چیه من واقعا نمیدونم. آقا به نظرم با هنرمندا درون ایران خب تو وضعیت بدی هن. اینو درک کنید همینو که درک کنید آقا دوست چیزاشو که میشه. از اتاق فرمان برای من ارسال شد گفت لطفاً توضیح بده که پول نمیگیری. من واقعا شما من پول دادی دنیا من اومدم تو لایو. آره ما به شما پول دادیم؟ نه من آره دیگه. سوال اینه که میخوان دوستان که فکر میکنن که شما آره حساب داریم با هم. میشه بگید مثلا 1000 1200 1500 تومن. البته بابا این حرفا چیه؟ پول گرفتی موری برنامه اون دقیقتو میگید والا سوسماز. آقا این پولا رو کجا دادید خواهشم بدونم؟ اشتباه ریختی توی حساب دیگه به قرآن تو حساب من نیومده. کی میگه توضیح بده پول نمیگیری؟ آقا تو پول نمیگیری، پولم بخوای بگیری ما بهت نمیدیم. اینجوری میکنی فیلتر بپره؟ نه تو پول نمیگیری، تو هم بخوای پول بگیری ما بهت نمیدیم. ما جز کساییم که پول نمیدیم. دقیقاً. تازه پولم میگیریم. بابا تو خسیس هست. پولا رو هم داره میره کیف میخره. خب نظرتو گفتی در مورد بنوش بختیاری؟ چرا پرسیدی اینو؟ آقا یه لحظه وایسین بیا کار دارم. ببخشید از به من میگن که چقدر پول داری. همونجوری که اتاق فرمان دارید شما ما هم داریم. یه لحظه بیا اینجا ببینم. حامد پهلوان هم به زودی رلش مشخص میشه. گفتم بدونید فردا یه چیزی من میذارم تو استوری، همین الان از این فرصت استفاده کنید. فردا چیزی تو استوری کرکوپر همه یه جا بریزه. اون پولن که با سر دکتر مشخصه. حالا نه زریل خامسه این هم که با سارا و نیکا بوده. مراتم من گفتن نگید من نمیگم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. مخلصیم جمیعاً. رفتی خوشمشتا چیکار کردی؟ دیگه جلسه فوری پیش اومد. من ببینمت. اوکی نه راجع به کسی نبود. لایو الان تموم میشد. اینجا قرمز حقیقت. کجا قرمزه؟ به خدا بندی خدا عجب آدمی هستی. صحبت کردیم یه مقدار صبر میکردید لایو تموم بشه. به خدا تموم میکرد من اگر شما چیز بودید. نه اتفاقا تموم نکن کار داریم با حالا. من گفتم به حال تحملی میکردید بالا 5 دقیقه بود به خدا جای دوری نمیرفت. باش دونه ولی چیز پاک شده. امین دان الان تو یه کاری بگو ما بکنیم. خب منم یه کاری میگم تو هم بکنیم. جورت حقیقت؟ نه هر چی که بخوای ما بیارم الان میام. نه تکون نخوره اینجا. بذار من باتریم داره تموم میشه. تکون نخور. یعنی چی؟ ببین من وقتی لایف میذارم خب چی؟ نه نمیخواد بره شارژرشو بیاره. آقا تو یه کاری بگو من انجام میدم. منم یه کاری میگم تو انجام بده. لایفمون بشه 200 میگیم دوست دختر پویا مختاری کیه. اوه بذارم بزنم شارت سب. نه تو همینجا نگاه رفت شلوار پوشید. مگه لخته همیشه اینجوریه دن سرویس. آقا بذار باتری دارم بذارم این زیر. یا رفت شلوار پوشید. لایف بشه یه بالش میذاره رو پاش همینجوری دوربینو میذاره یا علی. لایف بشه 200,000 تا بهتون میگم که دوست دختره پویان مختاری کیه. نگاه الکی شارژر به دست داداش. ببینم آقا ببینم پایینو ببینم. چی؟
چی؟ صدا تو قطع و وصل میشه. اشکال نداره یه جا دیگه میگیرمت. پویان میگه رفت ویو فیک بریزه. کی؟ یکی نوشته رفت ویو فیک بریزه. آقا سلام، فیک فروشی یه 10 میلیون ویو میخواستم برای امشب ساعت 2:51 وقت ترکیه. بله مرسی یا علی، خداحافظ، قربان شما. بابا بی خیال سوسماس. الان 100 کا تو لایو. اگه 100 نفر شیر بکنن هر کدوم برای یه نفر، لایو میشه 200 کا. اول من فیلم لایو بکنید 200 تا بگم دوست دختر پویا مختاریه. پویا مختاری کیه؟ قرار قضیه تموم شه بره دیگه. همون فیلم و عکس این دوتا رو تموم پخش میکنم، قال قضیه رو میکنم. آره آقا تو هر کاری میخوای بکن. کاری بکنم؟ هر کاری. آره نمیتونم بکنم. زشت. ولی میذارم. چه فرقی میکنه این دوست دختر پویان فرق داره با بقیه دوست دخترای پویان؟ جنجالیه. میگه اگه شد آقا، اگه دیست که شد خودم میگم. آقا میدونه 200 کاره میشه. آقا اگه بشه 120 کی میگم. یه دقیقه وایسین. نه یه دقیقه وایسین. میشه چیز خودم چیز کنم. ولی من میذارم استوری. چیو؟ یه چیزی از مهراد دارم میذارم. هر چی گذاشتی 10 برابر میذارم برات. ولی جرأت حقیقت بازی نکنیم لطفا. باش بازی نمیکنیم. اشکال نداره. یه روز دیگه بازی میکنیم. باشه بازی. نه اشکال نداره. بیا بوس بده بیا. عموی نه آقا بازی میکنیم. آقا من یه دقیقه وایسا من اینو چیز کنم. چجوریه اینو الان میخوام مثلا بذارم بگم بیاین تو استوری بزن بیاین لایو دنیا. آها کجا میخوای بذاری؟ من همون زیر تک کنم. امشب شب افشاگریه. سماس همین قیافت بد شد. 120 چیه؟ 200,000 تا گفتم. 120 که 120 بود. آقا تو که داره استوری میذاره، بذار حداقل بشه 300 کا. واقعا میشه 300 کا. بابا ریحان پارسا که قدیمی شد. بچه در آپدیت باشید. باشه من میذارم استوری. آقا من میذارم استوری. پویان استرس گرفت. آقا بذار من اول بذارم استوری بعد. خوبه؟ چیو بذاری استوری؟ آقا بیخیال میشی یا بیخیال شم؟ بابا چی داره از ما؟ هر چی که داره از من حق نداری بذاری. من دارم میگم بنده خدا چی دارم. اصلا مهراد نمیدونه، من میدونم. خب پس بشیم 200 کا میذاری دیگه. بذار منم ریپلای کنم. ولی حالا کاری نداریم ما پویان، این مخی که زده این سری خیلی کار سختیه. مثلا مثل این میمونه من برم با مثلا تاسیمان کن. نه مثلا من برم با پسر رئیسی دوست شم. مثلا رئیسی پسر نداره تا جایی که من میدونم، دختر داره. خودم تو کارشم اگر انشالله. مثلا رئیسی کیه؟ همین آخونده نمیم چی کار است. مثلا آقا تو نمیدونی چی کار است. مثلا یادم مذهبی بگم. مثلا دنیا با احمد خمینی. آقا آفرین تو همین. آقا نکنین این کارو. احمد رفیق منه. بشینین آقا. لایو ریخت به جای که بشه رفت پایین. جذابیت نداره. اوکیه میتونم بشه ولی رو 300 کا بیاد. خب من میگم خوبه. رو 300 کا چی داری؟ به گوشی شدی برای چی من نمیدونم.
اسکرین شات یه مهرات گرفتی گذاشتی استوریت زشتر نمیشه؟ نه دیگه والا دارو نوشته که امین فردین بازوی رسانه حاشیه ساز مجازی است. بگو برو بابا. من خودم رئیس تشخیص مصلحت حاشیه‌های غیر منظم مجازی هستم. آقا بذار من اینو پین کنم. بیا خود پویان لایف شد 200 کابشه. ویدیو کال با حاج خانوم با حجابم هستا بهتون میگم. الکی نیست بهش میگه حاج خانوم. جدی اگه 200 کا شد خدای حاج خانوم ویدیو کال. هی نیلی کجایی که ببین. من اینجوری به شما بگم که مثلا این رل مثل اینمونه که مثلا دنیا مثلا بگیم با اکبر عبدی رل زده. دروغ میگه. اینقدر ذهن مردم رو گمراه نکن. اصلا بازیگر نیست. ببین پویان یه چیزی میدونه قشنگ فکر کنم یه ربات زده تعداد لایو کمتر بشه. آره یه کاری کرده. کسی لایو گذاشته؟ نه هیچ. آره؟ فقط در تخصص شماست که رو لایو میذارید. هیچ لایو نمیذاره. اوکی جان خداوند دوستت داره. ولی ایسکا من همین الان برای این که صبر من برای نمونه چند ثانیه فقط پویان رو میگیرم که ببینیم که بنده خدا در دسترسه. الکی ما نمیگیم و فقط پاک کنم لنز رو یکم تصویرم. آقا شما پس در چی شد؟ تلفن آقا دوستان نگاه کنید در جریان باشید که پویان هست توی لایف. تشکیلات همین فردی رو بذار اسکرین شات بگیرم. نه استودیو رو میخواد ببینه. آقا پس آقا شما هم الان بگو که اگر بشی 200 کا. پویان یه سوال حاج خانم و آنی صدا میکنی یا آنا؟ نه اون چیزی که گفتید نیست. اولش 3 هست ولی سحر نیست راستش رو بخوای. خب سانی صدا میکنی یا ساناز؟ اصلا تو این فضاها نیست. جدی میگم من چون میشناسی من دروغ نمیگم یا راستش میگم. درسته اینجا هستن و میبینید. آقا اگر لایو بشه 200 کا آقا شما بگو. ببین یه چیزی بگم واقعا دستام عرق کرده از استرس. خب چرا؟ داداش آخه تو میدونی دیگه موقعیت حساسه. به جون مامانم همین فردین بهم نگفته. نگفت واقعا من نگفتم. خب به آقاشون گفتی آقاشون بهش میگفت. نه به جون مادرم من به هیچ کدومشون نگفتم. من قسم میخورم. نه داداش به جون مامانم ما امشب مهراد داشت وکال میگرفت یک تماسی با بنده شد گفت میدونی دوست دختر پویا مختاری کیه؟ ببین دارم میبینم. کی گفت؟ یکی. خب کی گفت؟ خب نمیتونم بگم کی گفت که. بگو دیگه حالا اصلا. اسلام دست و بالم بسته. آخرش این پسر میرن این دختره با حجاب میگیرن واقعا که پویا فکر نمیکنم تو همچین پسری باشی. نه من از یه داستان دیگه خیلی خوشم اومده به خاطر هم. از چی اومده؟ به منم من عده در نمیارم. من عاشق شدم به خدا. اینو راست میگه. نکنید این کارو. من ازش هم دور نکنید دنیا جان. آقا نه داداش ما هر کاری میکنیم که نزدیکتون کنیم. این چه حرفیه میزنیم؟ میگه هر کاری میکنیم که شما رو نزدیکتون کنیم. بابا ما نزدیکیم به قرآن. الان فقط پویا مواظب باش بازیچه نشده باشی از لجه یکی دیگه اومده باشه با تو دوست شده باشه ها. میگه بازیچه نشده باشه از لجه یکی دیگه با تو دوست شده باشه. بذار من بذارم. یه بار دیگه بگو. میگم فقط مواظب بازیچه نشده باشی از لجه یکی دیگه اومده باشه با تو دوست شده باشه. نه بابا من خودم هرس درارترین آدم روی کره زمینم.
خب بله ولی من به مخزنی پویان نمره 20 میدم. آره ماشاءالله خوبم مخ میزنی پویان جون. دیگه بعضی چیزها رو ما بلدیم بالاخره. پس میدیم دنیا. چی؟ درس پس میدیم عزیزم. خب آقا شما اعلام کن لایو به چند نفر برسه اعلام میکنی؟ نه گناه داره، من همش آدمی نیستم. کی گناه داره؟ اگه خودش رضایت بده من کی گناه داره؟ پویان بابا گناه نداره آقا. چی کارش داری؟ نکن آقا اول از خودش بپرس ببین آره یا نه. نه 200 کا شد. ایشون خودش هم اوکی داده ولی 200 کا شد. الان اونجا پویان با اجازه شما قسم بخور. من اصلا دروغ نمیگم دنیا. نمیدونم چقدر منو میشناسه. یا نمیگم یا دروغ نمیگم. من امروز تصویری دیدمش واقعا. نه خدا وکیلی هست پیشش. به خدا هست. من دروغ نمیگم پیشش. حالا نزدیکید که پاشید بیاید اینجا بعد از ظهر. آره فکر خوبه. بابا میخوایم بیایم میترسیم از ما عکس و فیلم بگیری. بنده خدا اومد سر میز نهار 10 تا عکس داشت پخش کردی. آقا اون فرق داره. تو رو دیگه همه عکس تو دیدن دنیا. آدم میترسه بره سمت پویا. نه ترس. این برای هر کی که ترسناک باشه برای من یکی نیست. ببین عکسم با دنیا پخش بشه ممنون کار میشه دنیا میدونی که. خب بذار من بذارم تو استوری. چیو دوست دختر پویانو؟ آقا اول ببین خود بنده خدا پویان چشای خودشه یا لنز میذاره؟ نه نچراله. خیلی خوبه خدایی خدایی خوبه. خدایی خوبه. در زده سطحی چا. من از همینجا برای خانم نیلی هم همسر که دوست دختر سابقم آرزوی خوشبختی میکنم. واقعا ما 6-7 ماهی بود که رابطمون تموم شده بود. راستشو بخواید دستم در بیار پایین کی. خب 7 ماه صدای اونو کم. آره حالا یه عده فکر میکنن که این قضایه نمیدونم حاشیه است و فلان اینا ولی واقعا هم جدا شده. خانم کی اسم بگو. اینا مشخص میشه. خانم کی اسم بگو آقا اگر میتونی. آقا چرا رونمایی نمی‌کنی؟ میخواد برگرده ایران دوباره؟ والا یه کمی شرق و غربیم ترجیح داریم فعلا یکم به هم نزدیک بشیم از لحاظ اجتماعی. آره خب ولی من اینجور رابطه رو دوست دارم. 2 نفر که خیلی با هم فرق دارن بعد با هم دیگه اوکی میشن باحاله. آره خیلی. مثلا من یهو برم با مثلا مهراد یهو آخوند شه. حالا نه بنده خدا در اون حد هم چیز نیست ولی از همون اولم عاشق امام حسین بودی خدا وکیلی. حالا کاری ندارم همون موزیکی هم میگم از همون اولم تو عاشق امام حسین بودی. موزیک ماه محرم هم که خوندی به خاطر امام حسین کلا آدم حسینی هستی. چه حسین مگه؟ من عاشق امام حسینم واقعا. منم عاشقشم. خب پویا الان رضایت دادن شما روی 200 کا بگرن. بچه من تعداد اعداد نفرات توی لایو نمیبینم قفل شده برای من. چند نفرن؟ 130 کا سلام. دیدی مگه شما چند نفره دنیا من نمیبینم. 130 مگه تو نمیبینی؟ من قفل شده برام کامنت ها برام وایساد. همه جلال. ببین پویا 70 کا دیگه بیاد بالا بعد حاج خانم بیاد جلوی ویدیو کال من. بله حاج خانم هم خودش اوکی داده مگه نه 200 کا بشه. ببینم حاج خانم الان توی لایو نیست میتونی یه لحظه بیاد. ولی ببین این رابطه چیزا برگردونه یعنی الکی اینجوری نسوزونیدش اعلام این رابطه رو. من و ایشون داره وای میسه ولی اوکی. یعنی ببین تا انفجار یک بمب اساسی راهه دیگه درسته. خب الان پس تصویر دوباره میره تو لایو میتونم ببینم دوستان. نه برنگردونه تصویر. خب عزیزم نگران نباشید این اتفاق نمیفته. به خدا اصلا هیچی اونجا نیست. پویا داره با خودش حرف میزنه. اسکارمون کرده. نه واقعا پویا خیلی مارمولکه.
واقعا هست. من تایید میکنم. آقا یه دست که میتونه نشون بده. لاک داره تابلو باشه یا نه؟ اصلا داداش من خودم الان استرس گرفتم. قضیه خیلی بزرگتر از اون چیزی که راست میگه. الان تو هم لایو میبینی پویان یا نه؟ بله من دارم خانم دنیا رو میبینم که منتظر یک گوشه بشین بیلیست که لو بده. همه چی رو برای خواهش میکنم این کارو نکن. خب داره میگه خواهش کنم نکن. من نمیکنم. آخه امین فردین اون وقت میره لو میده. این امین فردین میخواد خودش این خبر داغو اعلام کنه. پویان گفتم بگو من همش به فکر خودشه. خبر داغی هم نیست. پیاز داغ چارکی امین فردین زیاد کرد. چرا داغه قبل کن. من پیاز داغش رو زیاد کردم. ولی اون خانمی که شما فکر میکنید نیست جدی. نقش من چقدر تاثیرگذار بود ببینم. ما 2 تا گزینه داریم دیگه. حالا یک کدوم هموناست دیگه. بیا کی بود اینه کی؟ بابا 2 تا از دوستام پیشم هم دیگه. 2 تا دوستات هم هستن. پس من ندیدم. من دیگه تمام دوستان شدن دختر داداش. درهای بهشت برون باز شد. به خدا میبینی؟ الان چند نفر لایو من نمیبینم. یکی از دوستاتون هم اومده دایرکت من آقای فردین. خب میگه چیکار کردی؟ همه به من دایرکت میدن میگن فهمیدیم تو با پویان تو رلی. بازیگر هم هستن. خانوم کسی من نمیبینه؟ نه ببینم. دیدی؟ باز کن یه بار دیگه. چیکار کردی که همه به من دایرکت میدن میگن فهمیدیم با تو رل زده. نه بابا با این بنده خدا رل نزده با این لابد از این بازیگر است که میخواد فالوور بگیره. حالا دیگه نمیدونم. تمام سه‌های سینمای ایران اومدن دایرکت هم از دیروز. خود سینما الان دایرکت پس بود که برکت اومده. همین دلیل از اینکه دلایلی که میخوام پخش نشه قضیه همینه. میخوای سیاه بیان توی دایرکتت؟ آره حالا یک کلمه جدیدم اضافه میکنم از فامیلیش انشالله. آقا بذار من اینو برات بنویسم. اینو بگم دیگه خیلی تابلو. مهراد جون عزیزم. مهراد کجا قهر کرد مهرادمون؟ جایدا خیلی دایرکتاشو داره چک میکنه. نه دیگه بیشتر اشاره نکن. اشاره نکنم. اوکی. ما بریم دیگه. فکر نکنم 200 کا بشه. الان چنده دنیا؟ 124. این پویان یه کاری کرده اینا نشده 200 کا. شانس رو خودم لایو میزنم. ببین 180 تا شد خودم لایو میزنم. تا کی میخوای قایم کنی؟ پنهان کنی رابطه تو با این رابطه رو. والا داداش تازه هنوز یه ماه هم نشده. بذار 2-3 ماه بشه بگذره. 6 ماه بشه مثل دوستانمون. بعد آره شما چرا 6 ماه بعد شاید دست منم رفت توی چیز استوری اینجوری دستش رفت. خب داداش ما 6 ماه دور بودیم. تو از الان نزدیکی. یا کلا قصد ازدواج داری یا نه؟ خب میگه قصد ازدواج داری؟ راستشو بخوای عقد کردیم. پویا یه سوال سخت ازش بودم. اولین نفری که این رابطه رو فهمید کی بود؟ جناب فردین. لطیفه پشت فردین. تو خودت فهمیدی یعنی یا خودش بهت گفت؟ پویان جواب بده. نه خودش فهمید. قابل توجه دوستان. از کجا میفهمی؟ ما میفهمه هوششو داره دیگه. کارش اینه. آقای نگاه کن دیگه ما در تلفن زنگ میخوره. بچه فهم. ای بابا بذارم اینو روی حالت پرواز. خب حواست باشه بال در نری. سوسماس. ولی
یه بار دیگه پویانو بگیرم تو این فاصله بره هماهنگی‌ها رو بکنه و من به وای فای وصل بشم. یه دادم مریض زنگ زدن روی تلفن من. و الان چند نفر لایو؟ حالا شاید یه حرکتی زدیم رفتیم پیش یکی از دوستانمون در همین نزدیکی در همسایگی. امشب میرید؟ امشب میرید پس پیششون دیگه. آقا قطع شد. خب پویان جان من کی فهمیدم این قضیه رو؟ والا ما دستمون به زرین که رسید شما. پویان چرا؟ بهت گفته اگه مثلا مردم بفهمن با کات میکنم؟ نه ناراحت میشه. ببین واقعا بحث یه زندگی یه شخص عوض میشه دیگه، میفهمی؟ پویان عاشقش شدی؟ آره. آقا یعنی زندگیش سخت‌تر از زندگی مهراد بود که من اشتباه کردم باعث شد اینجوری شه؟ از اون که سخت‌تر نیستش که. یه سخت‌تر از من نریم، من قول محل آخر بودم. ببین یه چیزی بگم، خب این ور داستان رو میدونم، همه یه سری از دوستان میدونن که این ور پیشرفت بهتری خواهد داشت. آفرین رو بگو بهش پیشرفت. به کی؟ به تو، به مردم. صحبت کردیم که ما دنیا جان من حالا یه فنگم این وسط بندازم برای بچه اینجا. ما ایشون که اومده هنوز رابطان پابلیک نشده، پاسپورتش یه هفته دیگه میاد. اینا شما اقدامی کردی برای آقا مهراد؟ بالا ما مثل شما مایدار نیستیم آقا پویان، ولی ما آمار شما رو داریم. دقیقا روزی چقدر داداش؟ شد. بالا خدا شاهده من نه ماشین دارم نه خونه دارم، هیچ. یه پاسپورت ترک بعد 100 سال تونستیم بگیم، اونم بهش درد. آقا همینجا همه چی کنکه. من هر چی داشتم و نداشتم پویان استودیو من رفتم. خداحافظ. یه عکس فرستادم برای یه عکس فرستادم برای مهراد کف کرد. بعد یه خط به مهراد بدم. جونم دادا ببینم. وایس عکس دنیا جان ماشاءالله بزنم به تحت کور بشون کسی که نمیتونه ببینه. یه نصف روزش به اندازه کل استودیویی که زحمت واسهتون کشیده است. آها یعنی یه نصف روز 5 میلیارد در میاره. نه حالا استودیو که 5 میلیارد نیست. من اگه 5 میلیارد در اومد الان ماشین نداشتم، ماشین باید داشته باشم. بعد من فروختی مدل بهتر بگیری. رفت بابا این دنیای این سرمایه دار داره جمع میکنه، معلوم نیست بخواد چیز بخره، فکر کنم جزیره وزیره بخره. آقا پس 200 بشه بابا نمیشه. آقا این امین فردی ما رو تهدید میکنه تو واتساپ. من کجا تهدید کنم؟ من جسارت نمیکنم به خدا. خب وایسا من سوال ازت بپرسم. آقا یه عکس فرستادم برای پویان. نگاه این چه مارمولکه، به اون یه چیزی میگه به من تو یه چیز دیگه تو واتساپ. کاری نکن همه نقشاتو خلق کنم یا اسمو بگم. نه دنیا جان عزیزم نگو این کارو نکن لطفا. زندگی یه شخص زندگی دو تا شخص رو میخوای هیجانی کنی الان. عزیزم یه چیزی بگم، آدم به خاطر عشقش باید بره تو دهن شیر. قضیه دهن هم نیستیم موقع ترسناک نیستیم. والا این چیزی که همین فردی واسه ما نوشت خیلی ترسناکه. من چیزی که نوشتم بذار برای چیز در حد اهلا و سهلا. اهلا و سهلا. من برای چیزی که فرستادم من مدیریت میکنم این قضایا رو. خیلی کار سختیه دوستان مدیریت کردن این اتفاقات. آی خدا میشه الان من بگم آن کردی؟ پویا یعنی واسه تو سختت خونه خیلی پاسپورت ترک بگیره؟ راستشو بخواید در وهله ورود بعد یکی از آپشن‌ها این بود خونه، ماشین و در واقع یه سری آپشن‌های دیگه. هر هفته یه دونه کیف. مگه دختری؟ اینو میگه من بدبخت مگه تو دختری من واسه بخرم؟ به خدا دور زمینه عوض شده ها. الله الله. بخر دیگه این رفوکامون ببر یه عینک ریبان اصل براش بخر. زارم $10,000 پول این استودیو شده تا الان. دیدی میبرم دارم
مهراد حالا به امین میگم بهت بگه کجا ببری دنیا رو. تو جیبته داداش، میام با خودت میرم. کجا کجا؟ عینک میخرم. آقا تفسیر میفرماید. نه همین در اون حدم نیست. همین پیم آخرت. بابا چه خبره؟ جنگه مگه؟ دیگه به حال هست دیگه، ولی جنگه من برم شیر بخورم. اشکال تو اون چیزه شیرموز درست کردم، بیا با هم بخوریم. شیرموز چرا میخورید شما؟ یه چی؟ بچه دستشو دیدم به جون مادرم. داداش دست نامحرمو چرا دیدی شما؟ چون نامحرمی دست زن ما رو چرا دیدی؟ دیدم جای دیگر رو ندیدم که. ببین ایشون در ضمن خودش آقا مهراد هم قطعا همینه، خودش خفنه و شکست نفسی میکنه. ایشون هم همینطور خودش منو میفروشه در راه میخره در راه خودم آزاد میکنه. بنده خدا دخترمون مارک بازه. شیرا خدا دارم خیلی شاکی بود از دستش. سرمایه سینمای ایران رو به حال خرج چیزه. سینما حاج خانم میفرمایند امین جا خفه شد. آقا شیرموز بفرمایید. من حاج خانم رو ببینم. یه ببینم. لایو نیستی؟ نه نیست. آخه حجاب نداره. باشه ببینم اشکال نداره. حالا من که اینجا بدون حجاب ندیدمش. 10 بار دیدمش. دیوان شیرموز. زیبایی ها رو باید دید. ببینمت. بهش بگو خفه شد. واقعا دید؟ به جون مادرم دیدم. میتونید برید خونهشون الان ببینید. زیارتت قبول همینجا. قربانش شما. آقا اسکرین شات الان این ویدیو کال رو میذارم استوری. نه بفرست اینجا بفرست. این امین فردین هی داره به ما میگه نگید که خودش بره بگه. ببین یه بار در یوتیوبش پول نداره. فرقی داره از همین یوتیوبش پول نداره. یه بار دیگه نشون بده. یه سایز ببینم. به سر تو بذار جای سر بزرگان ازم. سر تو بذار سرش ببینم. اوخ نیفته. چیه داداش؟ به خدا که اصلا هیچ دختری در کار نیست، هممون رو اسکول کرده. ببینم یه بار آها ببین همینو میذارم. نه ببین هیچی معلوم نیست. بذار برات بفرستم. هیچی معلوم نیست. ببینم ولی خیلی خوبه که جا افتاده آقایون دیگه واسهشون مهم نیست که خانومشون قبلا ازدواج کرده و جدا شده. نه به حالی که من خیلی خوشحالم که ما پیشرفت کردیم توی فرهنگمون. یعنی بابا بازیگر سوسماس چیزه اوکیه. میگه بگو خفه شه. با من بود اشتباه گفتم. کی بگه کی؟ من بگم لو ندم. نه خوراکیشه به همین بگه خفه شون. آقا بفرست. آقا این بفرستم این عکسو ببینن تا باورشون شه. تو لایو؟ نه توی برام مهراد فقط میفرستم. برام دنیا خانم فعلا نفرسته، کمی چیزه عصبیه یهو میذاره بالا. نه بابا من اصلا الان عکس خدمتکار شو ببینم دیگه نمیشه که. نه خب این بری ببین این بری. خدا نامردشه. بابا آقا واسه دونه واقعا حرف من قبول نمی‌کردی گفتم پیششه. اون که تو میگی نیست، از زمینه که من میگم. وای همین پنجم مارمولکی. من میذارم الان تو استوری. بعدش از کجا معلومه یک از اون دوستاش که اونجا نباشه. آقا بذارم استوری اون عکس رو بذاره حاج خانم. حاج خانم میگی حالا انگار 100 سالشه یارو. حاج خانم دستش سرد شد. البته اسمشو عوض کردم، در دیگر هستش. بدون حجاب بیار. کجا بیارم؟ نه یه دونه عینک منظورم. ولی روش استیکر میذارم که کسی واقعا هیچ نمیره، فقط بدون یه چیزی هست. از نزدیک هم همون شکلیه. خدا وکیلی
نه به خدا خیلی بهتره. ببینم من پویان توجه نکردم، حواسم تو لایو بود. ببین دنیا عاشق شدم میگم، تو چرا نمیفهمی؟ ببین با اینجور خانمای خوشگل آدم باید بچه دار شه، چون بچه‌شون بچه خوشگل میشه. حالا اداریو کردی ببین خدا چی میخواد. بله دو خشه طبق محاسباتی که الان ما داشتیم دو خشه بنده خب بچه ها خب چیز بکنم بذارم استوری؟ میگه نه. بذارم؟ میگه نه. ببینم من از خانم یه بار ببینم. پشمام ریخته خدا وکیلی. بعد به من میگه سلطان حاشیه‌های نامنظم. من رئیس تشخیص مصلحت حاشیه نامنظمم، شما سلطان، ایشون نایب وزیره. وزیره. ولی آقا چند کا شده الان لایو؟ 118. پس 200 کا نمیشیم که بگیم. باره فرقانی کیه؟ دیگه اسمای عجیب غریب دارن میگن. اوکی پس من این عکس رو بذارم استوری دیگه، تنها کاری که میتونه دستم بربت همین. آقا نه اون عکس خیلی تابلو، من قشنگ ابرو و اینا. دیگه به حال تو فیلم دستشو بذار. دستشو میشه ببینیم؟ بابا چی؟ این برای لایک نداری. آره لایک نداره میگه که فقط ما بخوام اسکرین شات بگیریم. نماز میخونه اینجا. ترکیه نماز چجوریه؟ یه دستتو بذار رو شونات، بگو دستشو بذار تو شونات. چیز میشه نصفه؟ ها؟ نمازا نصفه میشه چی بگم به؟ قضا. نه قضا که یعنی تیر میشه. ها؟ شکسته؟ شکسته. چیزی تو بذار، لباس تو بذار روش. نامحرم اینو برام دست نمیزنم، میدونم من در جریانم. آه تو رو دیده. پویان یه سوال. آره دستاش خیلی معروفه. پویان مختار یه سوال دارم. الان مثلا فکر کن مثلا دیگه میاد دیگه هم نمیخواد برگرده ایران، خب بعد مثلا تصمیم میگیره که عکس مثلا اینجوری با تاپ بذاره و اینا، تو اوکی بهش مثلا بهش چیزی نمیگی که این کارو کنه یا مثلا میگی نه حق نداری از این عکس‌ها بذاری؟ الان بهت میگم، میگه که مثلا اگر عکس با تاپ و اینا بذاره تو مشکلی نداری؟ چرا من خیلی مشکل دارم. یکی از مشکلاتم همینه کلا. چیه؟ غیرتیه داداشمون. جایی کسی حق نداره ایشون رو با پوشش نامناسب ببینه. مناسب دیدم. حتی کارمندام هم که میان خونه خودش میره رعایت میکنه. بچه‌مون ببین چقدر با اجابه. همین کارا رو کرده پویان عاشق شده. پویان اگه بخواد سایت شرط بندی بزنه چی؟ جا؟ بخواد سایت بزنه میذاری؟ نه نمیذاره. خودش درآمد و بیزنس خودشو داره، خیلی هم موفق‌تر از منه. راجع که دوستان. ولی پویان من به مخزنی شما نمره 1000 رو میدم. جدی؟ به من نه به خاطر اینکه بگیم کار غیر ممکنیه، به خاطر اینکه با هم یه ذره فرق میکنه شرایطشون، میتونیم بگیم کار سختی بوده این مخزنی. چیزی به خواهدش بگذارم نمره مخزنی خود من؟ آقا دوستتون دارم، خداحافظ. تو برو بخواب بچه جون. عشق برای بهران تو کارها یعنی عاشق میشم. آقا شما به مخزنی خود نمره چند میدی؟ من داداش چقدر نمره نمیدم واقعا. من خودت مثلا از 100 به خودت چند میدی؟ 10-5. واقعا مخزن خوبی نیستم. بابا شاید اون مخ پویانو زده باشه. پویان کی مخ کیو زد؟ من خواستم بگم راستشو بخواید اون مخ منو زده. واقعا؟ من بلد نیستم، نه اینکه مثلا فلان و بیسارم، بلد نیستم. من یه لور ساده‌ام بابا. من 5 دقیقه بیشتر تلفنی حرف میزنم حوصله‌ام سر میره. ببین یاد بگه دنیا تو ترکوندی این مجازی این بچه ساده نگاه کن، نصف توه بچه‌م. یاد بگیر از اون دختر، یاد بگیر پاک دامنی از اون دختر، حجاب ازش یاد بگیر.